سلام. امروز من میخوام براتون جعبه آیفون 5 رو باز کنم یا به عبارتی همون آنباکسینگ. خب من این آیفون 5 رو در حجم 32 گیگابایت گرفتم. ببینید این در حجم 32 گیگابایت. من اینو بازش میکنم. ببینید اینجا لوگوی اپل، آیفون 5، لوگوی اپل و آیفون 5. خب من باز میکنم. از آیفون 5 این آیفون 5 در سیستم عامل iOS 6 داره. بعد خیلی خوشگل طراحی شده. این دوربین آی سایت 8 مگاپیکسلی، اینم فلاش LED، اینم دوربین قفل لاکه، دکمه لاکه، ببخشید حواسم پرت شد. اینم دوربین جلو و حسگرا، اینم که دکمه هوم همیشگی. و میبینید که خیلی نازکه و خیلی در این کار شده. خب باز میکنیم، ما اینو میذاریم اینجا. اینم بروشورشه که جک چی میگن، همین سیم کارتشه که اونو میذارن تو سیم کارت. این خیلی ریزه، میذاریم اینجا کارش داریم. اینم بروشوره. هلو ما با اینو فلان کاری نداریم. هم که لوگوی اپل و اینجا چیز میزنیم. چطور بکنیم؟ خب اینم که هدفون ایرپاده که خیلی زیبا طراحی شده و به گفته اپل حدود 1 سال در اون کار شده. ببینید که چگونه هست. ببینید خیلی زیبا و خیلی هم راحت تو گوش میره. حالا ما فعلا با این کار نداریم چون که از اینا داریم. نمیخوایم بس نمیشه. اینم آداپترشونه که خیلی ریز و سبکه. و اینم سیم رابطه که این سر USB شونه. و اینم چیز سیپینه. میگم سیپین، قبلا سیپین بوده. بذار یه دقیقه من الان میگم. این چیز لایتنینگ که به آیفون وصل میشه و از طریق اون میشه شارژر کرد. خب اینی که میبینید این آداپتر میگم شارژر سیپینه، ولی این 8 پینه یا به عبارتی اسمش شارژر رعده که خیلی هم ریزتر از اینه و از هر دو طرف داخل دستگاه میره. این هم اون چیز قدیمیه که خیلی کارآمد نبوده و خراب میشه. خب ما حالا فعلا با اینا کاری نداریم، میریم سراغ آیفون. بله من قبلا این سیم کارت اینو نانو کردم که خیلی میبینید ریز و کارآمده. میذاریم اینجا. این چیزشو کجا؟ خب این جک اینو اینجوری میذاریم تو این. بله این صورت میبینید که خیلی ریزه. از نانو سیم کارت چیز میکنم. یه لحظه این گیر کرده. خب من الان سیم کارت اینو کردم تو، یه ذره سیم کارت کلوف بود نمیرفت، یه مشکل چیزی بود. خب الان ما اینو روشن میکنیم. بله یه ذره طول میکشه تا بیاد. بذارید یه سری مشخصات اول میخواد که من باید اینا رو بزنم اول. خب ما این الان دیگه درستش کردیم، چند تا برنامه ریختیم توش که به این صورت
بله خیلی گوشی خوبیه، یکی از بهترین گوشی است که رقیب اصلی و سرسخت سامسونگ گلکسی اس تیویه. البته الان اس 4 اومد دیگه، این گوزم ساده میشه. ببخشید من دیگه کنترلم از دست دادم. بله خب این از آیفون 5. خسته نباشید، خداحافظ.